سلام یه مروری میکنیم به صحبت‌های جلسه قبلمون که یه یادآوری بشه، بعد بریم به مرحله بعد. در جلسه قبل گفتیم که ما در جهت مدیریت کسب و کار میخوایم برسیم به جایی که کسب درآمد کنیم. کسب درآمد رو گفتیم از راه فروش ما انجام بدیم. اما گفتیم که فروش صرف ممکن نیست. ما نیاز داریم به یک معقوله‌ای به نام بازاریابی یا مارکتینگ. گفتیم بازاریابی ستون فقرات، اسکلت بندی اصلی و استحکام یا بکبون یک بیزینس هستش. گفتیم که به شدت اثرگذار در کسب و کار، چون ورودی‌های استراتژیک یعنی تحلیل رقم، ضعف‌هاشون، قوت‌هاشون و غیره رو تحلیل. گفتیم که بازاریابی یا مارکتینگ وظیفه‌اش تولید علم، تولید دانش برای سازمان، یعنی خروجیش نالج، برخلاف فروش که فروش وظیفه‌اش استحصال درآمده. وظیفه‌اش اینه که کالا و خدمات رو با پول معاوضه کنه و درآمد برای سازمان ایجاد کنه. پس گفتیم حالا که تولید علم میکنه، وظیفه مارکتینگ تولید دانش برای سازمانه و اگر بپذیریم knowledge is power، علم قدرت هستش، میتونیم بفهمیم چرا بعضی ها معتقدن که مارکتینگ is philosophy of business. این خلاصه بحثی بود که در جلسه قبل کردیم. اما ما در بحث اصول بازاریابی کتابی رو داریم به نام Principle of Marketing که مربوط به آقای فیلیپ کاتلر با همکاری آقای گری آرمسترانگ هست. شما که راجع به کتاب مدیریت بازاریابی آقای فیلیپ کاتلر احتمالاً شنیدید یا حتی مطالعه کردید. شما وقتی اون کتاب رو مطالعه می‌کنید، اون کتاب چون بیسش و نظر اون نویسنده این بوده که شما این کتاب پرینسیپل آف مارکتینگ آقای فیلیپ کاتلر رو که در تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا تدریس میشه و به عنوان بایبل بازاریابی هستش و به عنوان منشأ و کتابی هست مثل فیزیکالیده که این کتاب منشأ همه علوم بازاریابی، ولی در کتاب مدیریت بازاریابی در نظر گرفته شده که شما اصول بازاریابی رو میدونید. وقتی شما این اصول رو ندونید، کتاب مدیریت بازاریابی رو که می‌کنید یا خیلی از مطالب رو متوجه نمیشید یا اگر متوجه بشید به خیلی از خلل‌خرج‌های موضوع نمیتونید واقف بشید. این کتاب پرینسیپل آف مارکتینگ به زبان فارسی ترجمه شده و از نظر من بهترین ترجمه‌ای که هست ترجمه آقای بهمن دوزنده هست که در دسترس هستش و میتونید اختیار کنید. اگر لطف کنید این کتاب رو بگیرید، همینطور که با هم پیش میرید میتونید مطالب رو از روی کتاب هم مطالعه کنید که مطالب خوب جا بیفته. اما تو بخش اول بحث ها ما راجع به چه موضوعاتی صحبت میکنیم؟ اولین مطلب این است که اصلا ما مفهوم مارکتینگ رو متوجه میشیم. بعد از اون در مورد تعریف آنالیز نیاز، خواسته و تقاضا صحبت میکنیم. بعد در مورد پارادایم کسب و کار صحبت میکنیم. بعد مزیت رقابتی چی هست و تمایزها چی هست. بعد در مورد بخش‌بندی بازار، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی صحبت میکنیم. بعد از اون در مورد آمیخته بازاریابی صحبت میکنیم. بعد ارکان و مدل تدوین مارکتینگ پلن هستش. اینا بحثایی است که تو بخش اول با هم صحبت میکنیم. اما در این موقعیت میخوایم در مورد موضوع اولمون در مارکتینگ صحبت کنیم. در اصول بازاریابی موضوعی هست به نام هات پروداکت یا هات نیو پروداکت. اینکه محصول داغ چی هستش، نمونه های محصول داغ چیا هستند، شما چه محصولات داغی رو میشناسید. در این جلسه در مورد این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد. با سلام، جلسه دوم رو
از مبحث اصول بازاریابی با هم شروع میکنیم. در ابتدای کار مایلم یک موضوعی رو مطرح کنم در خصوص درس بازاریابی و اصول بازاریابی. ببینید، بازاریابی رو به چند طریق یا بهتر بگیم به 2 طریق تدریس میکنن. یک سری از افراد این درس رو به صورت خیلی تئوری و علمی تدریس میکنن، به طوری که بیشتر برای دوستانی که در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا میخوان ادامه تحصیل بدن میتونن ازش استفاده کنن. یک سری افراد هم بازاریابی رو خیلی هیجانی و به صورت خیلی پر انرژی تدریس میکنن، به طوری که شما فکر میکنی خیلی خوب، اینایی که گفتن من انرژی گرفتم و دیگه از شنبه میرم و میتره کنم و میرم تو بازار. ولی وقتی شنبه میری تو بازار ببین هیچ استراکچری نداری، هیچ اصولی نداری، روشی نداری که بخوای این کار رو انجام بدی. روشی که ما استفاده میکنیم تلفیقی از این 2 هستش، یعنی هم از مباحث علمی استفاده میکنیم، هم اصولی رو که باید برای ورود به بازار آروم آروم شما داشته باشید بهتون گفته میشه. امیدوارم که قابل استفاده باشه. در بحث اولمون برای این جلسه در بحث اصول بازاریابی ما به یک مفهومی برخورد میکنیم به نام هات پروداکت. هات پروداکت ها یا محصولات داغ چه هستند؟ شما چند لحظه روی این موضوع فکر کنید. چه محصولی از نظر شما یک محصول داغ هستش؟ آیا محصولی که پرفروش باشه؟ آیا محصولی که سودش خوب باشه؟ آیا محصولی که ترند باشه؟ آیا محصولی که یک نیاز رو برطرف بکنه؟ در واقع میشه گفت هات پروداکت محصولی است که همه این خواص رو داره. پس موضوع این جلسه ما، موضوع اصلی این جلسه ما مفهومی هست به نام hot products. هات پروداکت ها چه هستن؟ چرا اصلا ما بهشون میگیم هات پروداکت یا محصول داغ؟ هات پروداکت اگر بخوایم یک تعریف کلی براش بگیم، هات پروداکت محصولی هست که یک نیازی رو شناسایی کرده و در پاسخ به اون نیاز محصول طراحی کرده. یک نیازی که فراگیر بوده ولی بهش پاسخ داده نشده، بنابراین یا محصولی طراحی کرده در پاسخ به نیاز، یا در محصولش تغییراتی ایجاد کرده، در ذات محصولش تغییراتی ایجاد کرده که بتونه اون نیاز رو جواب بده. مثال، خانم هایی که وضع حمل میکنن، بعد از وضع حملشون نیاز به یک سری ویتامین های خاص دارن. در خارج از ایران یک شرکت آب معدنی میاد این نیاز رو شناسایی میکنه و آب معدنی هایی میزنه که اون ویتامین ها درش باشن. پس ذات محصولش
که آب معدنی بوده، با توجه به نیازش میاد ذاتش رو تغییر میده و آب معدنی با ویتامین های خاص برای اون قشری از جامعه که این رو نیاز دارن ایجاد میکنه. پس یا نیاز وجود داره که بهش پاسخ داده نشده، یا پاسخ کامل بهش داده نشده و ناقصه. بعضی وقتا هم هیچ کدوم اینا نیست. تولید کننده میخواد که اون نیاز رو ایجاد بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که مثلا هممون شنیدیم که یک محصولی اصلا وجود نداشته و خودمون هم دیدیم که اصلا چنین محصولی وجود نداشته، ولی تولید کننده اون رو شناسایی کرده، نیاز اون رو، و اون رو تولید کرده. خیلی از مواقع اصلا یه همچین نیازی وجود نداشته، اصلا جامعه نیاز نداشته، ولی تولید کننده اومده نیاز رو ایجاد کرده. چطور؟ شما توقعتون از موبایل چی بوده؟ توقع همه ما از موبایل خب شماره گیری و تلفن و اینها بوده. ما نیازی نداشتیم که در موبایلمون دوربین هم باشه. چطور این نیاز ایجاد شد و الان جزء مشخصه ها و آپشن های سختگیرانه شما در خرید موبایل توجه به توانایی دوربینشه؟ چطور این ایجاد شد؟ چطور تولید کننده این رو ایجاد کرد؟ یه چیزهایی رو، یه صحبتهایی رو در جامعه میشنوید، ازشون سرسری نگذارید. اینها خیلی وقتها زاده یک ذهن خلاق و زرنگ و باهوش هست. از کجا اومد این صحبت که منو فلانی یهویی؟ این از کجا اومد فرهنگ ما؟ چرا تا 20 سال پیش اصلا همچه حرفی نبود، همچه اصطلاحی نبود؟ منو حسن یهویی، منو آبگوش یهویی، منو برج ایفل یهویی، منو میدون آزادی یهویی. این از کجا اومد؟ از جایی اومد که شما توی اون یهوییه نیاز به یک دوربین داری و خب نمیتونی همیشه دوربین رو با خودت بچرخونی، چون نمیدونی اون یهوییه میشه یا نمیشه. بنابراین باید دوربین در وسیله‌ای باشه که شما همیشه خواسته و ناخواسته همراهته. پس دوربین باید همراه موبایلت باشه و دوربین هم باید کیفیتش خوب باشه، چون شما میخوای بهترین کیفیت رو داشته باشی، میخوای اون رو نگه داری. ما چه نیازی به دوربین داشتیم در موبایلمون؟ ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم. چرا اومد دوربین رو کنار محصول ما گذاشت؟ به خاطر اینکه یک نیازی رو ایجاد بکنه. به خاطر اینکه من تعمیرکارم، رفتم یک موتوری خرابه در یک دستگاهی و من نمیدونم دقیقاً چیش خرابه، فقط میدونم این دستگاه درست کار نمیکنه و یه قیمت حدودی برای تعمیرش با صاحب کار بستم. بعد میرم میبینم نه، موضوع جدی تره. خب نیاز هست اون قطعه رو که خرابه به صاحب کار نشون بدم، ولی صاحب کار اینجا نیست. من در کارخونم، صاحب کار تو دفترش نشسته.
اونجاست که من نیاز به یک دوربینی دارم که عکسشو بندازم و برای ایشون بفرستم، بگم فلانی ببین من با تو قراری که بسته بودم برای چنین خرابی بود، ولی الان این قطعتم خرابه. اگر دوست داری من همون کار خودم رو انجام میدم ولی نتیجه نمیگیری، یا اگر نتیجه بگیری 2 روز بعد این قطعه هم قراره بیفته و دوباره هزینه چندان برابر خواهی کرد. پس یا یک نیازی رو هات پروداکت شناسایی کرده و در پاسخ به اون نیاز داره ارائه میشه، یا پاسخی که داده شده کامل نبوده، بنابراین در پاسخ به نیاز ناقص اون داده میشه. مثل این که مثلا آش سید مهدی هممون میشناسیم دیگه. خب این آش سید مهدی پنجشنبه و جمعه ها صفه و صف طولانیه و خسته کننده است. خب من میام کنار این یه آش مسعود میزنم که اون کسی که حوصله صف طولانی رو نداره و تا اینجا اومده، بچهش داره گریه میکنه از گرسنگی، خانومش خسته است از جاهایی که رفتیم، پارک و جاهای دیگه رفتیم، همه خستن، حوصله نداره تو صف واسطه. پس یک نیاز ناقصی که نیاز به آش هستش رو سید مهدی جواب داده ولی ناقصه، بنابراین از نقص اون میاد آش مسعود استفاده میکنه. بسیار رستوران هایی هستن که اینها در طی هفته خب جای خالی زیاد داره و برنامه ریزیشون جوری نیست، چون سنتی کار میکنن نمیتونن کاری کنن که در طی هفته هم صندلی هاشون خالی نمونه، که اون هم راه داره. اون تخصص شما به عنوان یک مدیر مارکتینگه که بتونید بهش راهنمایی کنید چه کار بکنه که در طی هفته هم صندلیاش خالی نمونه. بگذاریم. اما این رستوران پنجشنبه و جمعه که شما میری، نه شمایی که نشستی داری غذا میخوری راحتی، نه چرا؟ چون یه خانواده بالا سرت واسطادن و غذا زهرمارت میشه. اومدی 4 دقیقه بشینی با زن و بچت راحت یه غذای خوب در یک محیط آروم تناول کنی، ولی استرس گرفتی چون یه خانواده بالا سرت واسطادن. یا اگر هم خانواده بالا سر تو وای نستاده باشن، صف دم در واسطادن و گارسونی که داره به شما سرویس میده جوری برخورد میکنه که به شما استرس میده که زودتر تمامش کنید بره. شما رفتی یه رستوران میخوای راحت باشی، میخوای از محیط لذت ببری، واقعا هر روز که رستوران نمیری که. بعد اونی هم که واسطاده بالا سرت باز استرس داره چون خودش ناراحته که احساس مزاحمت میکنه. یا اونی که تو صف واسطاده، بابا یه نهار چه ارزشی داره من برم 2 ساعت تو صف واسطم، مگه چلو کباب طلا میخواد بهم بده؟ حالا زن و بچه ما رو گرفتار کردم باید بیام این رستوران، ولی آخه منم یکی از عضو این خانواده‌ام، من هم یکی از مشتریای تو رستورانم، چرا باید از این خدمات تو یک خاطره ناقص تو ذهن من بمونه؟ خب پس میتونه هات پروداکت در جوابگویی به یک پاسخ ناقص به یک نیاز باشه، یا میتونه اصلا نیازی وجود نداشته باشه و شما بیای اون نیاز رو بسازی. خب هات پروداکت ها چه نمونه های شما تو زندگیمون داریم؟ یک سری از هات پروداکت ها خیلی آروم و نرم اومدن تو زندگی ما و ما قبولشون کردیم و جزوی از زندگی ما شدن، جزو چیزهایی شدن که ما نمیتونیم بدون اونها سر کنیم. مثلا پرسونال کامپیوتر PC یا
لپتاپ. الان شما اصلا نمیتونید یک شرکت رو، یک سازمان رو، یک ارگان رو، یک دفتر کوچیک رو، حتی کسی که در خونه داره کار میکنه بدون کامپیوتر یا بدون لپتاپ متصور بشید. شما وقتی یک کارمند جدید استخدام میکنید، حتی قبل از این که بدون اتاقش کجاست، قبل از این که بدون چه توانایی‌هایی قرار ارائه بده، اولین چیزی که از شما میپرسه میگه کامپیوتر من کجاست؟ لپتاپ من کجاست؟ قبل از این که اصلا شروع به کار بکنه. خیلی آروم و نرم اومد تو زندگی ما پرسونال کامپیوتر. خیلی آروم و نرم این که ما هی بیان ویندوز اینو ارتقا بدیم اومد تو زندگی ما. خیلی بی سر و صدا. بعضی از پرسونال کامپیوترها اینطور بی سر و صدا میان. بعضی از هات پروداکت ها مثل هری پاتر، کتاب هری پاتر، اینها با سر و صدا میان. در خیابان منهتن و امثال ذالک 2-3 روز صف وای میستن واسش. بعضی از محصولات هست که اینا به محض ورودشون به بازار 2-3 روز براشون صف وای میستن. تقاضا هست براشون، سیل تقاضا هستش. اینا با سر و صدان. بعضی هم هستن خیلی آروم و بی سر و صدا دارن خوب کار میکنن، مثل تورهای یک روزه. تورهای کویرگردی خیلی آروم و بی سر و صدا داره کار میکنه. من اگر بخوام یک مسافرت با خانواده برم، 1 هفته باید برنامه ریزی کنم. بعد 1 روزه مگه میشه رفت مسافرت؟ تا ما خودمون رو تکون بدیم 2 روز میشه. ولی براتون یک سری جوان اومدن برنامه ریزی کردن 1 تور 1 روزه در کنار همون شهری که شما هستید. 1 روزه قشنگ مینیبوس یا اتوبوس مرتب میاره شما رو، میبره مناظری رو بهت نشون میده که خودت در حالت عادی شاید اصلا ندونی همچین مناظری اونجا هست، یه همچین امکاناتی در اون منطقه هست. میبره اون مناظر رو به تو نشون میده، پذیرایی در حد خودش خوبه، سرویس دهی عالیه در حد خودش. یا میری تور کویرگردی، اصلا یکی توی شرایط من ذهنیتی راجع به تور کویر نداره. چیزی که راجع به کویر فکر میکنه خاک و شن و ماسه و نمیدونم طوفان شن و بعد نمیدونم مار و عقرب و این حرف هست. ولی یه سری جوان برنامه‌ریزی کردن، میبرن به شما نشون میدن چه مناظر زیبایی تو کویر هست، چه امکانات قشنگی اونجا هستش. فکرم نکنید که حتما یه خبرهای ناجوری اونجا هست. نه، خیلی هاشون هم خانوادگیه. بنده با خانواده رفتم، همراه ما چند خانواده دیگه هم در همون تور بودن که ما هیچ شناسایی قبلی نداشتیم. اونجا با هم آشنا شدیم و خیلی هم به مایی که خانواده بودیم از جوونا شاید بیشتر خوش گذشت. چرا؟ چون ما از انرژی اونا انرژی گرفتیم. شب جمع می شدن دور آتیش و پانتومیم و جوک و معما و انواع و اقسام سرگرمی و واقعا یک تفریح خوب، یک مسافرت بیاد ماندنی شد. خب این یک نیازی رو شناسایی کرده. برای منی که اونقدر سرم شلوغه نمیتونم
برنامه مسافرت طولانی بذارم، پس من همین مسافرت یک روزه رو هم اسمش مسافرت، بالاخره خستگی منو در میاره. خب این حاصل یک ذهن خلاقه. فکر نکنید که مثلا حتما یک کار جدید و یک هات پروداکت یا یک استارتاپ قوی حتما نیاز به یک پشتوانه خیلی قوی داره. نه، نیاز رو باید شناسایی بکنی. نیاز رو میشناسن یک سری جوون، میدونن که همه ایرانی‌ها اکثراً به واسطه سیستم تحصیلی زبان انگلیسی که در کشور ما هست، دایره لغت قوی و سیستم گرامری خوبی دارن، ولی نمیتونن صحبت کنن. طرف مترجمه زبان خونده، یه خط انگلیسی نمیتونه بنویسه، جای فعل و فاعل رو قاطی میکنه. پس اینها اومدن و دیدن که خب همه گرفتارن، دیگه کسی حوصله کلاس زبان نداره. پس اینا اومدن یک برنامه را انداختن که نسبت به شرایط شما، نسبت به موقعیت شما، مثلا تو کافه به شما درس میده. اسمشو گذاشتن تخم کفتر. تخم کفتر به شما آموزش میده خیلی آروم و نرم انگلیسی را. یا واقعا بعضی از خانوما خوب کار کردن. یک دختر جوان اهل شیراز اومده نشسته فکر کرده، دیده خانوم ها خیلی از لباس هایی که دارن حاضر نیستن 2-3 بار بیشتر بپوشن و لباس نو 3 بار بعد از اینکه پوشید میاد میره گوشه کمد میافته میمونه، در صورتی که دوستش یا یه خانم دیگه هم تو کمدش یه لباسی داره که 3 بار مصرف کرده و سالها میمونه، نه حاضر اون رو به کسی بده، نه هم حاضر استفاده بکنه، حیفش میاد به کسی بده. پس اومده این خانم محترم شیرازی اومده یک سایتی طراحی کرده به نام کومودا. کومودا کارش همینه، به شما میگه شما لباس هایی رو که داری استفاده نمی کنی یا خیلی وقتا لباس رو نو خریدی چاق شدی یا نمیتونی با اون از خود لباس خوشت اومده ولی تو تنت قشنگ احساس میکنی وای نمیسته، یا به هر دلیلی نمیخوای استفادهش کنی و مونده گوشه کمدت، یا 3 بار استفاده کردی دیگه حاضر نیستی جایی بپوشی. پس اومده یک سایتی را انداخته میگه شما این لباساتو بیار بذار و جاش برو 3 تا لباس یه لباس دیگه‌ای بخر که اون هم 3 بار استفاده شده ولی سالم و قابل استفاده است. این نیاز رو شناسایی کرده. نیاز نیستش که شما حتما برای یک راه اندازی یک کار خوب، یک هات پروداکت، حتما برید دنبال یک مطالعات اونجوری. شما مهم اینه که نیاز رو بشناسید. حالا چرا ما در بازاریابی اصرار داریم روی هات پروداکت؟ به خاطر اینکه هات پروداکت یا محصول داغ آمال و آرزوی یک مارکتر، یک بازاریاب، یک مدیر مارکتینگ، یک مدیر بازاریابیه که محصولشو بتونه برسونه به هات پروداکت یا محصول داغ. چرا؟ به خاطر اینکه این محصول همیشه در اون مدتی که هات پروداکته سیل تقاضا براش هست، سیل تقاضا هست، صف کشیدن براش. دیگه شما نیاز نداری
بیای بری یک تیم فروش را بندازی، یک شبکه فروش را بندازی، دارن واسهش صف کشیدن. شما فقط کافیه یک کسی رو داشته باشی که حسابداری فروش بلد باشه و یک کسی که پولا رو بگیره. چرا؟ چون سیل تقاضا پشتشه و شما انرژی کمتری برای فروشش مصرف میکنی. اینه که هات پروداکت به عنوان آمال و آرزوی ما محسوب میشه در مارکتینگ. به عنوان یک ایدئال ما بهش نگاه میکنیم. ذهن ما رو مشغول میکنه که چطور میتونم من محصولم رو هات پروداکت بکنم یا محصول داغ بکنم. خب پس اولین موضوع ما هات پروداکت بود. اما یک مفهوم دیگری داریم در بازاریابی بعد از هات پروداکت. وقتی که شما بتونید هات پروداکت داشته باشید، چون شما هر ابتکاری که در بازار بزنید، هر محصول جدیدی رو که در بازار بزنید، ماندگاریش 3 ماه حد اکثر تا 6 ماهه، چون رقبای شما از روی شما کپی برداری میکنن. اما چی کار میتونیم بکنیم که این سیل تقاضاه همیشه به سمت ما باشه؟ چه راهی وجود داره که ما همیشه از یک بازار حداقلی مطمئن باشیم؟ در اینجا میایم به یک مفهوم جدید و یک تعریف جدیدی میرسیم به نام برند لاو. برند لاو میزان عشق و علاقه‌ایه که یه مشتری راضی نسبت به یک محصول داره، به یک نام تجاری داره. شما با داشتن هات پروداکت های مختلف میتونین برند لاو رو ایجاد کنی. وقتی برند لاو رو ایجاد کردی، شما یک سری فان داری که اینها همیشه دنبالشن که محصول شما رو بخرن. پس ما روی برند لاو باید کار بکنیم. بعد از هات پروداکت بیایم روی برند لاو کار کنیم. اما برند لاو چه مشخصاتی داره که اینقدر برای مشتری جذابه؟ یک، هیجان برند. هیجان برند چیه؟ اینقدر من هیجان دارم اینو برم بخرم که حاضر نیستم حتی فروشنده آنباکسش بکنه. میخوام خودم آنباکسش بکنم، چون آنباکس کردنش هم لذت بخشه. خود آنباکس کردنش خیلی منو به شوق میاره. بابا فروشنده میگه اجازه بده من اینو یه امتحان بکنم. نه اینو آنباکس کردنش یک چیز دیگه است. بابا خب برو خودت یه زرورق بکش روی یه دونه جعبه بازش بکن. ولی نه، آنباکسینگ رو باید خودم انجام بدم. این رو ما بهش میگیم هیجان برند. بابا امکان داره تو اینو خریدی ولی بره و خراب بشه. خب اجازه بده یه طلقه دیگه، اجازه بده فروشنده اینو امتحان بکنه. اونقدر هیجان نسبت به برند داری، اونقدر اعتماد نسبت به برند داری که فکر نمی‌کنی اصلا خراب بشه. یک خاطره‌ای رو خدمتتون عرض کنم. در زمانی که ما تازه به دوران جوانی پا گذاشته بودیم، خب این ریشای ما یواش یواش داشت در می‌آمد. دوستانمون هر کس رفته بود
یک برند ریش تراشی خریده بود. خب اون موقع هم تقریبا اوایل انقلاب بود و بحث استفاده از 3 تیغه و 4 تیغه و نمیدونم ژیلت و اینها نبود. ماشینایی بود که یه مقدار تعریش بمونه. خب یکی از دوستان ما می‌خواست یه دستگاه ریش تراش بخره. اومد تو جمعی که با دوستان نشسته بودیم، گفت دوستان به نظرتون من چه برندی بخرم؟ یکی گفت آقا موزر بخر. موزر قدیمیه، شناخته شده است، آلمانیه، من دارم خیلی راضیم، تا حالا آخ نگفته. توی آرایشگاه هم استفاده میکنن. یکی دیگه گفت آقا چرا موزر، بیا 808 بخر. موزر بر اساس یک آهنربا داره کار میکنه، بر اساس نوسانات برق داره کار میکنه. ولی 808 حالا نمیدونم شما اصلا 808 دیدید جوانای امروزی یا نه؟ یه ریش تراش بوده، این دسته موتور بود، شاید توی بعضی از آرایشگاه‌ها دیده باشید، سیاه مثل دسته موتور، یا چیزی یخور گنده. گفت آقا بیا 808 بخر، این اصلا موتور داره و چون موتور داره به این مفتی‌ها خراب نمیشه، خیلی هم قویه، اصلا انقدر قویه که از این میان قوی ترش میسازن واسه زدن پشم گوسفند و اینها. اینم یه ذهنی. یکی دیگه گفت آقا من پاناسونیک خریدم و خب اون موقع خیلی دستگاه شارژی رو نیامده بود. پاناسونیک اولین ریش تراشی بود که اون موقع در بازار اومده بود و به قول معروف ریش تراش شارژی داشت. آقا بیا من پاناسونیک خریدم، خیلی جمع و جور راحت، میزنم تو برق شارژ میشه، تا 4 روزم شارژ داره، میرم مشهد زیارتمو میکنم، میام 2 روزم اونجا، اصلا دیگه مشکل برق ندارم، راحت اونجا. مثلا میخوام برم سرویس بهداشتی لازم نیست حتما پریز باشه، این شارژ داره، خیلی عالیه. من دیدم این بنده خدا گیجه. گفتم که فلانی تو خودت کدوم این برندا رو میپسندی؟ گفت والا من حقیقتش از 808 خوشم میاد، محکمه، استخونداره، قیافش نشون میده جون داره. گفتم برو همونو بخر. و آخه ببین یکی میگه موزر، یکی میگه پاناسونیک. گفتم ببین تو بری این دستگاه رو بخری، دستگاه دیگه بالاخره مشکل امکان داره پیش بیاد، تو بری این دستگاه رو بخری، حالا در اثر نوسانات برق یا در اثر اشتباهی که تو تولید شده یا بالاخره یه قطعه توش بسوزه یه هفته بعد، تو چون این برند رو دوست داری، چون برند لاف داری، پیش خودت میگه خب آقا دستگاه دیگه حالا مثل هر دستگاه خراب شده به من بدم تعمیر. ولی اگر جای این بیای بری یه برند دیگه بخری، اون برنده سر من خیلی خوب جواب داده، مثلا من پاناسونیک استفاده کردم، به تو میگم تو هم میری پاناسونیک میخری، آقا یه هفته بعد یه پاناسونیک خراب میشه، یه هفته بعد که پاناسونیک خراب شد تو میگی ببین دیدی من باید میرفتم همون 808 میخریدم، اینا دیگه بفهم خراب شد، بابا امکان داشت همون 808 هم همین بشه. خب پس این رو ما بهش میگیم برند لاف، که اون هیجان و اون اعتماد قلبی رو در ما ایجاد بکنه. بعد حالا این برند لاف یک خاصیت دیگه ای داره، احساس تعلق بهش هستش. یعنی شما اصلا احساس میکنی که جزو خانواده این برندی، انگار مثلا برند خودته. ها من مثلا میگم آقا من با آیفون نمیتونم کار کنم، سخت کار کردن، بابا آیفون فلان امکان نداره. نه فلان امکانم داره. آقا آیفون اینجوریه تو تحریما کار کردن وای سختم. نه بیا برو برنامه سیب چسب میریزوش خیلی هم عالیه. یعنی چون احساس تعلق بهش میکنی، انگار مال خودته، هی دنبال پیدا کردن جوابهای مثبت در مقابل سوالهایی که نسبت بهش هست داری. بحث دیگه
سومین ویژگی، ارزیابی مثبت نسبت به برند هست. آقا بنز مرگ نداره، بنز خریدی تا 90 هم استفاده میکنه. حالا خود بنز یه وقتی شده دیگه یکی از تولیداتشو گفته آقا اینا همه ایراد داره، برگردونید فلان چیزش ایراد داره من عوض کنم. ولی نه آقا این بنز، ببین آیفون دیگه مرگ نداره ها. آیفون اصلا غیر ممکنه ویروس بیفته توش، غیر ممکنه یک خاصیتی تا امروز در موبایل ها وجود داشته باشه و اینو آیفون، اصلا آیفون میزنه بقیه هر روش میزنه. خب این ارزیابی مثبت نسبت به برند هستش. بحث بعدی هیجاناتی که در هیجانات مثبتی که در پاسخ به برند هستش. یعنی چی این هیجانات مثبت؟ یعنی اینکه پس ما بنویسیم هیجانات مثبت در پاسخ به برند. یعنی چی؟ یعنی اینکه من انعکاس هویت خودم رو تو برند میبینم، تعصب دارم بهش. دیدیم پرسپولیسیا با استقلالیا انگار مثلا زده خانواده اینو داغون کرده، توهین میکنن به هم دیگر رو میزنن. بابا چه خبره؟ از اون بازیه به تو چی میرسه؟ اونایی که اون وسطن دارن پول رو میگیرن، تو برای چی خودتو میکشی؟ چرا با دوست صمیمیت به هم میزنی؟ واقعا ارتباط طولانی مدت و سر یک کل کردن، سر یک برند با هم به هم میزنید. چه ارزشی داره؟ آخه مگه به تو میاد چیزیش میرسه؟ حد و اندازه نگه دارید تو هر کاری. عاقلانه فکر بکنید. بحث بعدی شفاف نمودن عشق به برند. کلاهشو میذارم که روش برندشو نوشته، لباسی میپوشم که روش برندشو نوشته، روی کتم رو سر آستینش برند اون تولید کننده رو میذارم بمونه. بابا مگر تو بنر خیابونی هستی که بیاد طرف تبلیغ بذاره رو آستینت؟ کدوم سیاستمدار دنیا، کدوم رئیس جمهور دنیا رو شما دیدی که وقتی میاد جلو تلویزیون رو آستینش برند اون تولید کننده باشه؟ مگه شما تابلوی تبلیغاتی هستی؟ باشه، عشق داشته باش نسبت به اون برند، ولی شما قدر خودتو بدون، شأن و مقام و منزلت خودتو بدون. باشه عشق داشته باش به یک برند، ازش طرفداری بکن، جنبه های مثبتشو بگو، ولی حد و اندازه نگه دار. حالا این لاو برند یا برند لاو چه جنبه هایی داره؟ 2 تا جنبه داره. پس 2 تا جنبه داره. یک، عشق
به داشتن برند. خب من عشق و شوقشو دارم که این برند رو داشته باشم. آقا یک روزم از زندگی مونده باشه، من یه دونه بنز و کپل قراره بخرم، چون اصلا عشقشو دارم، شوقشو دارم. آقا یک روز از برندم زندگی مونده باشه، من میخوام برم کیش یه ماشین خارجی خوب سوار بشم، شوقشو دارم. حالا من میخوام برم مچوان سوار شم، من میخوام برم اولدزموبیل سوار شم، من میخوام برم دوج سوار شم، میخوام برم کرایسلر سوار شم. یک روز از عشق من مونده باشه، زندگی مونده باشه، من میخوام این کارو بکنم. یکی از دوستان ما یک مسافرتی رفته بود در یکی از این کشورهای همسایه. خب میخواستن یه ماشین بگیرن. در اون کشور ماشینای خارجی آمریکایی هم برخلاف مملکت خودمون، با اینکه اون کشور از لحاظ مادی ضعیفتر از مملکت ماست، ولی خب امکاناتش جوریه که میتونه هر ماشینی بیاد دیگه. ما اینجا خب چون ماشینایی که تولید میکنیم خیلی کیفیتشون بالاست و خریدار ما قدرت انتخاب خیلی زیادی داره، برای همین اجازه نمیدیم ماشینای دیگه بیاد، چون اونا کیفیتاشون پایینه، قدرت انتخاب نمیدن، ماشینشون خیلی گرونه نسبت به کیفیتشون. ما هم کیفیت هامون خیلی عالیه، هم قیمت هامون خیلی مناسبه، اصلا ماشین هم که خراب نمیشن. فقط یه مشکلاتی دارن، یه مشکلات کوچیکی، مثلا شما از کارخونه که میگیری میای بیرون درش بسته نمیشه، یا مثلا چراغ جلو جزء آپشناست، بعضیاش میذارن بعضیاش نمیذارن، راهنما جزء آپشناست. اینا چیزای مهمی نیست، دست راهنما جزء آپشناست، ولی خب واسط یه سری امکانات میذارن که شما اصلا تو مخیلت نمیاد، چون تو دنیا نیست. برای ماشین دنده اتوماتیک کلاچ میذارن که این خب یه چیز واقعا خارق العاده است، نشون میده ما چقدر تو این تکنولوژی پیش رفتیم. بگذاریم این دوست ما رفته بود اون کشور و میخواستن تاکسی بگیرن که از یه شهری برن شهر دیگه. این دوست ما اونقدر شوق به ماشین آمریکایی داشت که گفته آقا من میخوام ماشین آمریکایی باشه، و واقعا این مسیر 2-3 ساعته رو که تو ماشین داشته میرفته اصلا متوجه مسیر نبوده، واقعا توی حال هوای دیگه ای بوده. این ماشین رو نگاه میکرده، امکاناتی که این ماشین داره، آپشنایی که داره، وسعتی که این ماشین داره برای مسافر، چقدر راحته، چقدر فراخه و چقدر نرمه. این به دلیل عشق به داشتن اون برند است. بحث بعدی که خیلی بحث مهم و ریشه‌ای هستش، شیفتگی به برند هست یا فان بودن. آقا از اینجا میکوبه تا کجا میره که ما برای دسر نهار امروزمون مهمونیمون باید از قنادی فلان بگیریم. کل اون دسر تو 10 دقیقه خورده میشه میره ها، ولی اون شیفتگی که نسبت بهش داره. ماه رمضان دهن روزه میره تو صف وای میسته که آش فلانجا رو بگیره. اونقدر تو ماه رمضان گرسنه است که این هرچی بذاری جلوش نرمتر از سنگ باشه میخوره ها، ولی شیفتگی نسبت به اون برند داره. خب حالا یک چیز دیگه، یک بحث دیگه ای داریم حالا که تو اینجا چون وارد بحث برند شدیم، اینها بحثایی که البته تو آینده توضیحات کاملتری خواهم دادا، ولی چون اومدیم از هات پروداکت اومدیم جلوتر به این رسیدیم. یک بحث دیگری داریم به نام برند ملی. این برند ملی چیه؟ چون اینها ادامه این مسیره دارن میگم.
برند ملی مجموعه از خواص، برخوردهایی که اون جامعه و اون فعالیت‌ها و اون طیف وسیعی از فعالیت‌هایی که اون یک ملت از خودشون نشون میدن، شامل صادرات، گردشگری، سرمایه گذاری خارجی، فرهنگ، حاکمیت، یک چیزیه که اون نمودیه که اون ملت از خودشون نشون میدن و اون ملت رو وقتی میپرسی راجع به اونها، اون برندشون رو میگن. آقا آلمانیا آدمای سردی هن، برند ملیشونه. آلمانیا تکنولوژی خوبی دارن، دستگاه آلمانی خریدی خیالت راحته، دستگاهیه که خوب روش فکر شده، برند ملیشونه. آقا ایتالیایی آدمای خوشگذرونی هن، رو حرفشون نمیشه حساب باز کرد، برند ملیشونه. آقا آمریکایی ها وقتی قرارداد میبندی باید خیلی درز و دورزشو ببندی، درست کار میکنن ولی با یک قرارداد درست. حواست نباشه یه گوشش رفته و دستم به جایی بند نیست. آقا چینیا همه نوع جنسی دارن، هم جنس پایین دارن هم جنس بالا دارن. نگید چینیا جنساشون جنسای آشغالیه. من از چین جنس آوردم، 10 سال گارانتی دادم براش و امروز که با شما صحبت میکنم حدود 20-25 سال داره از قضیه میگذره، هنوز آخ نگفته یه دونش. پس اینی که چین حواسش جمعه برای هر سطحی از جامعه محصول تولید میکنه، این برند ملیشه. کار ندارم اون تاجر ما میخواد که حاشیه سودش بالا باشه، خب میره جنس ارزون میاره، خب بعد حواسش نیست وقتی که جنس ارزون آورد برند خودش خراب میشه دیگه. اون تاجر رو به عنوان یک شخصی میشناسن که رو جنسش نمیشه حساب باز کرد. روی این خیلی فکر بکنید، این اعتبار شماست. عزیزانم، پدر مرحوم من یک حرف قشنگی داشت، میگفت اعتبار چیزی نیست که تو به دست بیاری، اعتبار در تو هست، نباید از دست بدی. اگر از دست بدی هزینه خیلی سنگینی داره تا اونو به دست بیاری. پس وقتی که دارید کار میکنید در یک بازاری، در یک صنعتی، فکر برند لاف باشید. فکر این باشید که برای شما چه اعتباری ایجاد میشه، شما را از بیرون چطور میبینن، راجع به شما چطور حرفی میزنن. آیا میگن یه آدمیه که دب کاره؟ خود شما هم با افتخار هر جا میشینی میگه از دبه کسی ضرر ندیده؟ یعنی هیچ عقلش به اندازه تو نیست؟ تو این بازاری که باید با اعتبار کار کرد، تو داری اعتبار خودتو خراب میکنی؟ بعد همه راجع به تو حرف میزنن، میگن فلانی و ولش کن. رو حرفش اعتباری نیست، چه برسه به چکش، چه برسه به قراردادش. قراردادم بنویسه وقتی خودش تکیه کلامش اینه. وقتی کارمند، ببینید وقتی شما با یک نمود بیرونی دارید که اینجوری شناخته میشید، وقتی کارمندت نمیتونه به حرف تو اعتماد کنه، وقتی نسبت به شرایط هی رنگ عوض میکنی، خب این در داخل هم خراب میشه. ما 2 نوع تبلیغات داریم عزیزان، فراموش نکنید. ما یک تبلیغات بیرونی داریم و یک تبلیغات
درونی داریم. تبلیغات بیرونی چیه؟ نمودیه که شما از بیرون راجع به شرکتتون ساخته میشه. طرف هایی که از بیرون با شما کار دارن. بیلبورد، تنها بیلبورد ها، تبلیغات تلویزیونی نیستش که. تامین کننده شما یه تبلیغات بیرونیه. بانک شما یه تبلیغات بیرونیه. مشتری شما یه تبلیغات بیرونیه. تبلیغات درونی چیه؟ تبلیغات درونی حرف‌هاییه که سازمان شما راجع به شما میزنن. کارمند شما، کارگر شما، آبدارچی شما، باغبان شما راجع به شما میزنه. این برای شما تبلیغاته. وقتی شما به عنوان یک آدم بی اعتبار شناخته میشی، به عنوان کسی که هر لحظه یه حرفی میزنه، به عنوان کسی که رو قول و فعلش نمیشه برنامه ریزی کرد، تبلیغات درونیت هم خراب میشه، تبلیغات بیرونیت هم خراب میشه، برندت خراب میشه. شما باید اول برند خودتو بسازی، بعد برند سازمان تو. کجا دیدی یک مدیری که خوشنام نیست بتونه یه برند رو بلند بکنه؟ آقا یک رستوران، یه مکانیکی بد کار میکنه، به خاطر اینکه سابقه‌شو از بین ببرن، مدیر جدیدی که میاد مینویسن رستوران فلان با مدیریت جدید، مکانیکی فلان با مدیریت جدید، که مردم بدونن اون قبلیه نیستش. رو خودتون بیشتر از اینها کار بکنید، برای خودتون بیشتر از اینها برند بدید. مشتری شما رو میخره، بعد برند و بعد محصول رو. مشتری چه میدونه فلان محصول هلندی نمیتونه بره کارخونه هلنده که نمیتونه بره ببینه، هر یه دونه محصولی که میخواد بخره که نمیتونه پاشه بره. ولی من مسعود داریان رو به عنوان ارائه کننده اون محصول در ایران میشناسه. به حمدالله به خاطر وجود اینترنت شناسنامه هممون هم توی فضای مجازی هست. اونایی هم که نیست میشینیم خودمون میسازیم. حالا تا لینکدین و نمیدونم فضای مجازی، فیسبوک و فلان. پس روی بحث برند لاو خیلی دقت کنید. بحث امروز رو جمع بکنم. پس ما از بحثی شروع کردیم به نام هات پروداکت یا محصول داغ. گفتیم ما آمال و آرزوی یک مدیر بازاریابی، یک مدیر مارکتینگ این هست که برسه به محصول داغ. چرا؟ چون محصول داغ سیل تقاضا ایجاد میکنه و فروش رو سهل‌تر میکنه. حالا چطور میشه یک محصول داغ شد؟ محصول داغ در پاسخ به یک نیازی ارائه شده که یا پاسخ داده نشده اون نیاز، یا به طور ناقص پاسخ داده شده، یا نیاز اصلا وجود نداشته، من تولید کننده اون نیاز رو ساختمش. خب پس از محصول داغ اومدیم رسیدیم به این که ما الان در جامعه چه محصولات داغی داریم و چه محصولاتی در نظرمون داغ هستن. فکر کردیم چطور میشه که یک محصول داغ بود و ما چطور میتونیم محصول داغ بشیم با تغییر ماهیت، با تغییر ذات شاید لازم باشه در محصولمون. بعد از محصول داغ اومدیم رسیدیم به برند لاو یا عشق به برند و توضیح دادیم که این عشق برند چی هستش، چه شرایطی داره، چه ویژگی هایی داره. بعد گفتیم عشق برند چه ویژگی هایی داره، چه کارهایی میکنه برای ما، چه تأثیری در ما میذاره. بعد از اون اومدیم راجع به برند ملی صحبت کردیم و توضیح دادیم که برند ملی چی هست. این در مورد درس امروز. اما من به شما یه قولی دادم و اون این بود که علاوه بر درس در هر جلسه یک تجربه یا یک آموخته‌ای جدای از درس رو به شما ارائه بدم. اولین موضوعی که شما در زندگی
در کار در هر شرایطی نیاز دارید موضوعی هست به نام هدف گذاری. هدف گذاری چیه؟ هدف گذاری اینه که من میخوام به کجا برسم. یک حکایتی رو بگم. یک مدیری بود، ایشون در یکی از روستاهای دورافتاده آذربایجان در زمان قدیم مدیر یک مدرسه بود. مدرسه بیرون روستا بود، فاصله داشت با روستا و در همون مدرسه محل اسکانی برای این مدیر ایجاد کرده بودن که اونجا میموند. معلم‌های این مدرسه هر روز با یک مینیبوس از تبریز تشریف می آوردن برای تدریس به اون مدرسه. اهالی روستا صبح به صبح بچه هاشون رو با خودشون می آوردن مدرسه. به علت اینکه فاصله داشت مدرسه با روستا و امکان داشت حیوانات درنده گزندی به این بچه ها برسونن، اهالی روستا صبح که می رفتن سر زمین این بچه ها رو می آوردن مدرسه و بعد از ظهر موقع برگشتن می اومدن بچه ها رو هم مدرسه با خودشون می بردن. خب در این شرایط یک روزی یک برف بسیار سنگینی شروع به باریدن کرد، برخلاف برفای الان که بی‌حس و حالن. قبل انقلاب برفای خوبی هم داشتیم، یادش بخیر. برفا تو حدی بود که مدارس ما تعطیل میشد، واقعا فلج میشد مملکت. نه حالا که چون برف نمیاد دستش درد نکنه دولت عزیزمون، چون مشکل برف نداریم خودش همینجوری تعطیل میکنه که ما اون تعطیلی های وقت توی اقتصاد ما تأثیر چیزی نداشته باشه. چون میدونید ما خیلی از کشورهای دیگه دنیا جلو هستیم، برای همین زحمت میکشه دولت ما، واقعا دستشون درد نکنه، تعطیلی های ما رو زیاد میکنه که بقیه کشورها بیان به ما برسن. واقعا خب این یه سیاست خیلی جدید هست در دنیا. حالا بگذاریم. به هر صورت آقا یک روزی یه برف خیلی شدیدی میاد. خب اهالی روستا آوردن این بچه ها رو گذاشتن تو مدرسه و بچه ها هم خب همه منتظریم که معلم ها بیان دیگه. یک زمانی این کارمند مخابرات نفس زنان اومد پیش مدیر. خب خیلی آقا از تبریز زنگ زدن به علت اینکه برف سنگین بوده، جاده ها بسته است و معلم ها نمیتونن بیان. ای وای، من مدیر چیکار کنم حالا؟ با این بچه ها من چیکار کنم تا بعد از ظهر؟ بچه روستایی ماشاءالله شیطونم هست، چیکار بکنم؟ اینا رو من چطور سرگرم کنم؟ یه دونه دوتا نیستن. خب چیکار بکنم؟ اومد فکر کرد. آقا این بچه ها رو آورد تو حیاط. این یه دیوار حیاط، اینم یه دیوار حیاط. یه سری این بچه ها رو آورد گفت آقا زیر این دیوار وایستید. ها؟ گفت هر کدوم از شما بتونید، حالا اینجا هم یه حیاط هم، زمین حیاط پوشیده برفه، گفت هر کدوم از شما بتونید از این ور دیوار تا اون ور دیوار مسیری رو روی برف برید و جای پاهاتون نزدیکتر به خط راست باشه، برنده مسابقه هستید و جایزه دارید. خب بچه ها راه افتادن، میگفتند، میخندیدند، با هم قیقاج میرفتن، هر کدوم یه مسیری رو با هم میگفتن، جوک میگفتن، میخندیدن، برف بازی میکردن، هر کسی یه مسیری رو قیقاج میرفت، هر کسی به گونه اصلا قاطی. بین اینها فقط یک حسنی بود که این حسن
مسیرش نزدیکتر به خط مستقیم بود. عجیب، این همه یه حسن رو کشید بالا، آورد پشت بلندگو. حسن جان شما بگو چطور شد که مسیرت نزدیکترین مسیر به خط مستقیم بود؟ جالبه. حسن گفت من کار عجیبی نکردم، من فقط جلوی پامو نگاه نکردم. یعنی چی جلو پاتو نگاه نکردی؟ من از همون اول که راه افتادم یک نقطه ای رو در این دیوار مقابل در نظر گرفتم، چشم از اون بر نداشتم و فقط به اون نگاه کردم. شوخی‌های بچه‌ها، جوک‌های بچه‌ها، رفتار بچه‌ها، کشتی گرفتن‌هاشون تو راه حواس منو پرت نکرد. عزیزم تو زندگی هدفت یادت نره. ناملایمات روزگار از هدفت تو رو باز نداره. بازار همیشه منحنی فروشش سینوسیه. ناراضی نباش از اینکه تو چرا همیشه کارت پرسود نیست. اگر قرار باشه یه کاری همش سود بده که نمیشه دیگه پول رو تو این بازار جمع کرد. اعضای بازار، مولکولهای بازار انسان‌ها هستن. انسان‌ها رشد میکنن، انسان‌ها تغییر میکنن، انسان‌ها خواسته‌های جدید دارن. خب تو اگر بخوای به همون سرعت سنتی کار بکنی، تو نمیتونی با این بازار که نسبت به شرایط پوست میندازه کار بکنی. هر نسلی نسبت به نسل قبلی 15% باهوش‌تره. خواسته هاش فرق میکنه. مگر نسل آلفا با نسل ما خواستش یکیه؟ مگر نسل زد تفریحاتش با زمان جوانی ما یکیه؟ مگر ما میتونیم، ما وقتی بچه بودیم چه بازیایی میکردیم، الان جوانا چه بازیایی میکنن؟ اصلا شما میتونی پشت کامپیوتری بشینی که پسرت نشسته داره تون تون بازی میکنه؟ والا من نمیتونم حتی اون مانیتور رو نگاه بکنم، سرم درد میگیره، اونقدر سرعت دارن این بچه ها. خب اگر میخوای که سودت بالا باشه، باید یه ذره به خودت فشار بیاری، باید مطالعه بکنی، باید وقت بذاری. شما به من میگی که آقا من تولید کنندم، من صاحب صنعتم، من پدرم در میاد، ولی یه دکتر رو نگاه بکن ببین چقدر راحت تر از من زندگی میکنه. بله بایدم راحت تر زندگی بکنه، به خاطر اینکه اون یا تو سمینار هاست داره اخبار جدید رو گوش میکنه. شما دکتر همه زندگیشو نمیبینی، چرا یه گوشه از زندگیشو میبینی؟ کجای اون وقتی که ببینی اون دکتر با این که مدرکشو گرفته داره باز مطالعه میکنه که بیماری های جدید، داروهای جدید رو پیدا بکنه؟ شما وقتی در جمع دکترها هستی، آیا اونها مثل من و شما میان از سیاست حرف میزنن که هیچ صاحبی نداره و هرچی بگیم و هرچی تو تلگرام و فضای مجازی خوندیم همش درسته؟ ما راجع به این چیزها حرف میزنیم، ولی اونها راجع به چی حرف میزنن؟ راجع به آخرین عملشون، راجع به آخرین پیشرفتایی که تو کارشون شده. زندگیشو با کارش بسته. برای همینه که وقت همیشه آنکاله. یه مهمونی درست حسابی نمیاد. تو مهمونی نشسته، بابا یه جمعه با خانواده رفتیم مهمونی، زرت زنگ زن آقا پاشو بیا مریضت بیمارستان حالش بد شده. چقدر از دکترها زندگی خانوادگیشون از هم پاشیده به خاطر اینکه خانوادهشون نتونستن این شرایط رو تحمل کنن. چقدر از دکترها خانواده‌ای دارن که یک خانواده ناراضی هن، چون اینها
نمیتونن وظیفه یک پدر رو به عنوان یک فرد ثابت و دائم در خانواده ایجاد کنن، نمیتونن حتی یک مسافرت درست حسابی برن. بعد اون موقع من به عنوان یک صاحب صنعت، به عنوان یک تولید کننده میام جلو زن و بچه‌م میشینم میگم ای بابا این چیه ما داریم کار میکنیم، کارگر ازمون میدزده، کارمند ازمون میدزده، مسئول تأمینمون با تأمین کننده ها بسته، کارمند بانک رشوه میخواد، مسئول مالیات فلان. خب عزیز من وقتی میای اینجوری صحبت میکنی طبیعیه که بچت فردا کار تو ادامه نمیده. طبیعیه که ما توی این کشوری که سابقه بیزینس داریم، یک کشوری هستیم که انقدر ما به بیزینس هامون عجین شدیم، اونقدر اعتبار داشتیم که فامیلیمون رو بر اساس تجارتمون گذاشتن. فامیلیمون رو گذاشتن جورابچی، فامیلیمون رو گذاشتن فرشوچی. انقدر ما اعتبار داشتیم، اونقدر فرش باف خوبی بودیم که اسممون رو گذاشتیم فرش باف، با افتخار به کارمون نگاه کردیم. چنان ورشو کار قشنگی بودیم که فامیلیمون رو گذاشتیم ورشوچی. چی شده که امروز در کشور ما برخلاف کشورهای بزرگ که شما نگاه میکنین یک تولید کننده، یک شرکت دارای سابقه حداقل 150 سال 100 سال سابقه است، ولی ما چی شده که در کشور ما صاحب یک صنعت، صاحب یک شرکت وقتی مرد شرکتش و صنعتش هم میمیره؟ چرا؟ چون من رفتم تو خونه بعد کارمو گفتم، فقط از ناملایماتشو گفتم آقا از من میدزدن فلانی اینقدر پول خود. آیا شده که وقتی من یه خط جدید میذارم، یک تولید جدیدی میذارم، دست زن و بچه‌مو بگیرم؟ زیاد نه. دست زن و بچه‌مو بگیرم بگم آقا امشب میریم فلان رستوران چون امروز فلان خطمون رو راه انداختیم و امید داریم که خدا برکت بده که ما از این انقدر سود ببریم. وقتی یک سود قلمبه‌ای کردم شده دست زن و بچه‌مو بگیرم بگم بیاید بریم با هم 3 روز مسافرت، به عشق این سودی که کردم نکردم، فقط اومدم ناملایماتو گفتم. نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که پسر من، دختر من اومده نگاه کرده این زندگی بابای منه، داره با این تعداد افراد سر و کله میزنه و زندگی درب و داغون داریم. نه لباس درست حسابی، نه ماشین درست حسابی، ماشین درب و داغون کثیف، لباس ها آسمون ریسمون. بعد آقای دکتر همسایه مقابلیمون صبح کت شلوار کراوات شیک قشنگ سوار ماشین آخرین سیستمش میشه میره، هم تو محل میگن آقای دکتر، خانومش معلومه دیپلم هم داره یا نه ولی بقال محل خانم دکتر شما بفرمایید. بعد این تاجری که بچهش و خودش فکر میکنه که آقای دکتر درآمدش خیلی بالاست ولی این تاجره دکتره حتی نصف اینم درآمد نداره، این تاجره چنان برخوردی کرده که کاسب محل تو فکر که حساب دفتری شاید لازم باشه واسه این باز بکنه، با اینکه این جامعه ای از اون فروشگاه رو میتونه بخره. ولی چرا؟ چون به خودش نمیرسه. وقتی خودت به ظاهرت نمیرسی، وقتی برای خودت ارزش قائل نیستی، بقیه چطور قراره بهت ارزش قائل شن؟ وقتی تو صحبتات آقا این چه خاصیت بدیه که در ایران هر کس درآمد بالاتری داره بیشتر نق میزنه، تو اوجه، تو درآمدی که خیلی حسرتشو میخورن. آقا اوضاع کار چجوره؟ ای بابا نیست، درآمد نیست که بابا، بازار خرابه. آقا من میگه از تو پول خواستیم ها؟ یاد بگیر از دوستات توی ترکیه، حداقل تو ترکیه شما بدترین اوضاع بازارم باشه بهش بگو اوضاع کاسبی چطوره، میگه الحمدلله. آخه قرار نیست همیشه کاسبی بالا واسطه که، برو نگاه کن ببین علتش چیه بالا وای نمیستی. خب علتش معلومه، از سر کار تشریف میاری پیژامه رو میکشی تا اینجا بالا، دراز جلوی کاناپه کنترل رو برمیداری. BBC، VOA، ایران اینترنشنال، تموم شد اخبار ایران
اخبار ساعت 8، اخبار ساعت 10. بابا به خدای خبر تا فردا همینه. آقا 2 نفر سیاستگزار نشستن این ور اون ور میز یه حرفایی به هم زدن، تا فردا هم همینه. باور کن تا 2 ساعت دیگه هیچ فرقی نمیکنه حرفاشون. تو 2 ساعت هم تو بشین تو هر کانالی هم نگاه کنی، قرار نیست این 2 تا حرفای امروزشون عوض کنن، جاشون عوض کنن. کارتونه. خب بابا جای این برای وقت خودت ارزش قائل شو. بشین یه کتابی بخون، یه پادکست. الحمدلله پادکست های خوبی هست الان. پادکست ها که طولانی نیست، در حد نیم ساعت 3 ربع. بشین یه پادکست گوش کن. از سر کار داری میای خونه، درست موزیک لازمه، ولی عزیز من یه کمی هم وقت بذار فایلای صوتی گوش کن. فایلای صوتی خوبی داریم. جهت زندگیت رو جوری آموزش بده، جوری تغییر بده که این ضمیر ناخودآگاه تو یاد بگیره که باید همیشه در حال آموزش باشه، همیشه آپدیت باشه. اگر همیشه آپدیت نباشی نمیتونی این بالا باشی، چون تو فضایی که تو نیستی رقیبت هست. نگید آقا سیستم تحصیل کرده و مدیرها و اینا به درد ما نمیخورن. این حرفا خیلی دیگه قدیمی شده. نگاه بکن در کشورمون، ببین کسی که اصلا توی صنفی نبوده، چون از مدیرای خوب کار میکنه، چون علمی بوده، میاد محکم تو اون صنف و قشنگ میره جلو، ولی تو هنوز تو خواب خرگوشی. با اون که ما 50 سال سابقه این کار داریم. 50 سال سابقه کار داری. اومد به قول ترکای اصطلاحی دارن میگن که عاقل تا فکر بکنه دیوونه اومد از روی جو پرید رفت. تو هنوز تو فکر این که من 50 سال سابقه کار دارم. چی شد این برندی که اصلا بستنی فروش بود اومد توی کار تو که توی چای فروش 50 ساله‌ای نمیتونی به اندازه اون بفروشی؟ چرا؟ چون آدم باهوشیه، چون میدونه مقام علم چیه، چون میدونه از عالمای این علم چجوری استفاده کنه و برای همه میره بالا. ولی تو هنوز تو فکر اینی که این کنترله بی بی سیش کجاست، بی بی سی چه ساعتی نشون میده، وی او ای چی نشون میده، یا توی تلگرام و فضای مجازی داری اخباری که اصلا معلوم نیست منشأ داشته باشه گوش میکنی. خب بعد یه مشکل دیگه، وقتی صنف تو صنعت تو میخوره زمین، یه گروه آدمو میزنی زمین. عزیز من اگر امروز گوشه خیابون یک جوان معتاد رو میبینی، اگر یک خانومی رو داری میبینی که یک شغل ناشایستی داره، مقصرش من و توییم که صاحب صنفیم. من نتونستم برای اون کار ایجاد بکنم. اون خانومی که به هر دلیلی یا بد سرپرسته یا بی سرپرسته، اما باید شیر خشک بچه‌شو بخره، باید لباس واسه بچه‌ش بخره، باید غذاشو تأمین بکنه. وقتی من برای اون کار ایجاد نکردم، خب مجبور هر کار ناشایستی انجام بده. کسی که کار بد میکنه میدونه کار بده، ولی مجبوره. اون جوانی که معتاد میشه، اون جوانی که دست به سرقت میزنه، شما اگه کار بهش بدی چرا باید یه همچین کاری بکنه؟ پاک بودن جزء خصلت انسانه، جزء فطرت انسانه. وقتی طرف یه کاری میکنه که خلاف فطرتش، این داره عذاب میکشه، حاضر درآمد کمتری داشته باشه. نگو کسی که میره دزدی این اصلا حاضر نیست تن به کار بده. نه آقا، نمونهشو داریم. این آقای دکتر عزیزی که زحمت کشیده و کسانی رو که از زندان خارج شدن اینا رو برده گذاشته تو کارخونه دارن کار میکنن. پس چی شده اینا تن به کار میدن؟ مگه اینها وقتی مصاحبه میکنی میبینی آقا کم آدمایی هم نبودن، قولایی بودن برای خودشون تو خلاف؟ چی شده که اومدن توی این کار؟ چون بهشون نشون داده لذت زندگی
با آبرو رو، با شرف رو. پس تو صاحب صنعت، تو صاحب صنف، وقتی که کار رو نمیبری بالا، وقتی یک برند رو نابود میکنی، وقتی یک کارخونه رو از اون حالتی که داشته میاری نابود میکنی، فکر نکن زرنگی، فکر نکن من میام این کارخونه رو میکشم پایین و سهامدارا رو میرم سهمشون رو مفت میخرم، به قیمت زمین میخرم. تو فکر نکن پشت این کار اون خانواده هایی که کارگراشون داشتن، نون آورشون داشتن واسه تو کار میکردن و تو اونها رو بیکار کردی، اونها رو تزریق کردی ناملایماتی رو که اونا براشون تو زندگی هست، تو اون ناملایمات رو تزریق کردی به جامعه. از لحاظ دینی مسئولی، از لحاظ اجتماعی مسئولی، از لحاظ اخلاقی مسئولی. آقا میگی نمیتونم بچرخونم، تواناییشو ندارم، مشکلی نیست، مدیرانی بیار که بتونن این کار رو بکنن. یا نه آقا اصلا خسته شدی، میگی من خسته شدم از این کار، باشه کارخونه رو اجاره بده بی کسایی که بتونن کار کنن. این سرمایه ملیه که دست توه، فکر نکن مال توه، امانته. درسته تو ساختی، ولی با امکانات این مملکت ساختی، با سوبسیدهایی که از فروش نفت این مملکت ساخته شده تو ساختی، با سوبسیدی که اون بچه استانهای جنوبی کشور بی آبی کشیده، سختی کشیده، از اون سوبسید گرفتن به تو دادن که تو بیا کارخونه رو بسازی، آجر به آجر کارخونت توش سهم داره. بعد تو این کارخونه رو میخوابونی، برای چی؟ میخوای چی کار بکنی؟ آخرش به کجا میرسی؟ مگر موقع مرگت حتی یه خودکار میتونی با خودت ببری؟ نکن این کارو. بذار یک نام خوب ازت بمونه، بذار فردا بیان اصلا بدون این که بخوای یک نسبت خوب جامعه بهت بده، تبلیغات بیرونی برات بکنن، تبلیغات درونی بکنن. نگاه بکن ببین صنعتکارای قبل انقلاب ما رو راجبشون چطور حرف میزنن. آقای خسرو شاهی چه برخوردی داشته، خدا اصلا اسمشو پاینده نگه داره، افتخار ملی این مملکت بوده. چه برخوردی داشته با کارگرها و کارمندای مینو. آقای خسرو شاهی نه بسیاری از بزرگان صنف که بودن در صنف‌های مختلف، نمونش آقای مهدی دریانی، خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، چقدر ایشون مدرسه ساخته، چقدر حموم ساخته، چقدر مسکن ساخته، چه کمک هایی به مردم کرده در قبل انقلاب. خب چرا نباید تاجرای ما الان این کارو بکنن؟ عزیز من اینجا خونه ماست و تاریخ نشون داد که هیچ کس به فکر ما نیست، چه خارجیش چه داخلی، به جز خود ما. چون هر کی بیاد مثل من و شما فکر جیبشه، حالا به هر اسمی. بعد ما میایم هر دفعه به خاطر اینکه وارد این قضیه نشیم، هر دفعه واسه اینکه ما رو گول بزنن، میام میگن این دیگه اون قبلیه فرق داره. بعد میاد 2 هفته نمیگذره، بعد میگه ببین منم همون قبلیام، تا یه شکل دیگه هم سیبیل گذاشتم این دفعه تحصیل کرده شونم، اونا بی سواد بودن من تحصیل کردم، ولی برنامه همینه. این مملکت مال من و توه، آینده من و توه. اگر مملکت بره بالا، من و تو میریم بالا، در دنیا ما ایرانی میریم بالا. نمیشه که ایران نابود باشه بعد تو بری تو دنیا افتخار کنی که من ایرانیم. باید من و تو بسازیم. وقتی خداوند به تو این هوش و این استعداد و این امکان رو داده که یک صنعتکار بشی، یک صاحب صنف بشی، بتونی یک تجارت خوب را بندازی، اون موقع میتونی بری کار خیریه بکنی، 4 تا مدرسه درست بسازی برای بچه‌هایی که امکان تحصیل ندارن، 4 تا بورس بدی، بکش بالا. اینا خانواده ما. اون پسر و دختری که تو خیابون داره بیکار میچرخه یا داره کاری انجام میده که کار قشنگی نیست،
اون خانم محترمی که داره یک شغلی رو انتخاب کرده، یک کاری رو داره انجام میده که ما خوشمون نمیاد، مقصرش من و توییم. اون خواهر من و توی عزیزم. بیا از این کار استفاده کن. اگر میتونی کارخونت رو بچرخون، هزینه کن، مدیرای خوب بیار. حالا تو میگی مدیر خوب بیارم، راست میگی. اگه مدیر خوب بیاری امکان داره خودت نتونی اونا رو بفهمی حرفاشونو. چرا؟ چون مطالعه نمی کنی. خب بگو بیان خودت هم رشد بدن. الحمدلله کوچینگ هستش، الحمدلله منتورینگ هستش. اگر نداری منتور، اگر نداری کوچ، من که تلگرامم رو در آخر این کلاس ها میذارم، بگو معرفی کنیم. منتورهای خوبی داریم، هم ایرانی هم خارجی، هم ایرانیایی که مدارج و مدارک خوبی دارن و در خارج از ایران دارن فعالیت میکنن. الحمدلله به برکت فضای مجازی شما میتونی جلسه آنلاین داشته باشی، میتونی اصلا جلسات رو بعد از ساعت کاری داشته باشی. ولی خودتو ارتقا بده، اجازه بده این مملکت رشد کنه، اجازه بده خانوادت رشد بکنن. حیف این مملکت با این همه امکانات، همه میگن چین محصولش، آقا نمیشه با محصول چینی مقایسه کرد. من 25 روز در چین بودم 20 سال پیش، رفتم یک محصولی رو در آنجا تولید بکنم. نتیجه‌ای که گرفتم اگر ما اون محصول رو در ایران تولید کنیم ولی با همون شرایطی که چینی هست، محصول ما مناسبتر در میاد قیمتش، چون بعد مسافت وجود داره. البته محصول من حجمش بزرگ بود و ما انگار داشتیم یه سری کمد خالی رو از اونجا می آوردیم اینجا. ولی چینیه چیکار کرده؟ چینیه اومده نیاز مشتری رو شناسایی کرده، محصول تولید میکنه که مشتری نیاز داره. ما میخوایم محصول تولید کنیم، من باید جنس فقط با کیفیت تولید کنم، فقط با کیفیت. آخه اصلا مشتری اون کیفیت رو میخواد که تو میخوای تولید کنی؟ اصلا نیاز داره؟ تو مثلا یه جوراب میخوای ببافی، میگی من میخوام فقط با کیفیت باشه. آقا بیا برو جوراب ابریشمی بباف محکم. آخه اصلا مشتری نیاز داره که شما جوراب ابریشمی توالت عادی بپوشه؟ به چه دردش میخوره؟ بعد قیمت تمام شدت اونقدر میره بالا که نمیتونی. وقتی تو میگی من محصول با کیفیت میخوام، باریکلا، بالاخره هر جامعه هر طبقه خواسته ای داره، ولی تو وقتی محصول با کیفیت خواستی، اینجوری نیست که فقط محصولت باید با کیفیت باشه، تمام سیستمت باید با کیفیت باشه. یعنی مدیرات با کیفیت باشن، دستگاهات با کیفیت باشن، تا آبدارچی دفترت باید با کیفیت باشه، فرق داشته باشه با بقیه، که بتونه محصول با کیفیت بده. برای چی محصولاتی که ما تولید میکنیم ابتدایش یه کیفیتی دارن، بعد از چند ماه میاد سقوط میکنه؟ به خاطر اینکه این پشتوانه رو نداره، به خاطر اینکه مدیر با کیفیت نداری. شما حتی اگر آبدارچی نگهبانت با کیفیت نباشه تاثیرگذاره. اینا سلولای یک محصولن. همه چیز رو با هم در نظر بگیرید. برای این جلسه خستتون کردم، امیدوارم قابل استفاده باشه. تا دوشنبه بعد که جلسه بعدیمون هست، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در جلسه بعدی سعی میکنم مثالهای بیشتری از هات پروداکت و شرایطی که اونها در بازار داشتن و چه اتفاقاتی براشون افتاده از شرکت‌های بزرگ براتون معرفی کنم. شاد و خوب باشید، به همدیگه کمک کنید. یادتون نره ما همه یک خانواده ایم، هر ایرانی خواهر و برادر ماست. این رو فراموش نکنید. 8 سال جوانان ما رفتن که من و تو امروز بتونیم اینجا راحت نفس بکشیم. 8 سال جوانان ما رفتن که 1 متر خاکمون نره. نکنید شرایطی رو که
خاک ما فروخته بشه به خاطر اینکه بتونیم نفس بکشیم. روی پای خودمون باستیم، زحمت خودمون رو بکشیم، کمکاریامون رو با توجیه پر نکنیم. سعی کنیم در بلند کردن بار جامعه یه گوشش هم ما باشیم. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.